سلام به همه رفقای گلم. خیلی خوش اومدیم به پارت 2 تیر انفجاری. همونطوری که توی پارت قبلی دیدیم، تیری که با اسلاگ ساختیم خیلی دقت بهتر و صدای بهتری داشت، اما تیری که با ترقه ساختیم نور بهتری داشت و بهتر معلوم بود. پس امروز می‌خوایم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنیم و یه صدای خوب، دقت خوب و نور خوب از یک ساچمه داشته باشیم. خب ما برای پارت جدید به همون ترقه ها نیاز داریم، ولی به جای اینکه ترقه ها رو مستقیم استفاده کنیم از باروت اونا استفاده میکنیم. با یه انبار دست یه ذره فشارشون میدیم و به راحتی در میاد. 2000 years later. خب اینا باروت هایی بودن که جمع کردم و کاغذهایی که داشته جدا کردم. الان پودر کبریت هایی که از پارت قبلی مونده بود بهشون اضافه میکنم. اگه پارت قبلی رو ندیدید آخر ویدیو میاد، میتونید بزنید روش و برید ببینید. اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. فقط مواظب باشید که فشار به اینا نیاد. اگه باروت ترقه بهش فشار بیاد سریع آتیش میگیره. الان دوباره اسلاگ هایی که داریم و پر از این باروت کله کبریت و ترقه میکنیم. این اسلاگ پر شده از باروت، ولی این اسلاگ خالیه که میتونید فرقش رو با هم دیگه ببینید. طبق معمول از خشاب تکی استفاده میکنم. اسلاگی که پر کردیم و توش میذارم.